چرا باید شما این همه را تحمل کنید؟ همین سوال رو جواب دید، به خودتون همین سوال رو جواب دید. شما از رحمانوف چی کمی دارید؟ شما هم یک شهروند تاجیکستان هستید، شما هم این حقوق رو برخوردار هستید. چرا باید یک خانواده اینها را استفاده کند؟ چرا باید این نفر دزدیده شود؟ به خاطری که رژیم رحمانوف یک ترسو، یک میمون، یک کلموش در تاجیکستان از یک نفری با آبرومند میترسد. شهباز رو شما دیدید، رحمانوف گفت شما میلیون ها دلار دزدیدید، به خاطری جوان هستید، به خاطری که دختری من سوار میشوی، اون خود دختری من سوار میشوی، دامادی غیر رسمی من هستی، دختری منو که سلطاو میکنی، من تو را آزاد میکنم. چرا باید مردم حقی نداشته باشند که بگویند که این رئیس چی حق دارد دامادی رحمانوف پول ملت رو میگیرد؟ چی حق دارد به مثل اوباش چند چی رو میگذارد پول ما رو میگیرد؟ شمسلو صاحب پدر لعنت چی حق دارد که اینقدر مناپولیا رو در تاجیکستان افزایش داده؟ سرچشمه حاکمیت این مردم است. 7 دختری رژیم رحمانوف نیست، 7 دختری فاحشه رحمانوف نیست، دامادهای بیشماری رحمانوف نیست. به نام خداوند بخشنده و مهربان، درود و سلام همدیاران عزیز و گرامی قدر، با شما هستم شرفدین گردویف. میخواستم فکر و اندیشه خودم را در مورد 9 سال زندانی شدن عزت امان از جانب رژیم خونخوار امام علی رحمانوف، رژیم دیکتاتوری رحمانوف بیان بدارم. چون 9 سال زندانی شدن عزت امان که 10 ساله ها در پهلوی مردم غریب بیچاره در غم و درد و در تمام بدبختی آنها شب و روز شریک بود و در پهلوی آنها در روز مصیبتشان قرار داشت و این نفر را از روسیه دزدیده آورده غیر قانونی در تاجیکستان 9 سال زندانی کردن، توف کردن امام علی رحمانوف رژیمش بروی هر یک شهروند تاجیکستان است، بروی هر یک شهروند تاجیکستان است. اگر فرزند بگیریم عزت امان مشکل با روی این مجازانی که در تاجیکستان گویا که مراجعت کردن داشته باشد، مکانی جنسادی شبیه جنایت روسیه است و این هم جنایت نیست در روسیه، این هم همچون بحث های گرشتنی به حساب میاد به دادگاه مراجعت کنند. این بحث های جنایی نیست، میزاجان بین وکیل این بحثی گرشتنی است. و دوم که دزدیدن عزت امان از جانب رژیم امام علی رحمان از شهر مسکو، این خودش جنایت است. اینجا جنایت است که رژیم رحمان غیر قانونی شهروند خودش را از روسیه و تاجیکستان را دزدیده به تاجیکستان میآورد، در زندانش 9 سال زندانی میکنه. اینجا جنایت است، این جنایتی بین المللی است. و دوم که رحمانوف عفو اعلام کرد و در اساس چارچوبه این عفو، وقتی که تمام اون ضررهایی که گویا که در تاجیکستان این چند اوباشی که خودشان آموده کردند و عرضه دادند که این نفر این کار است، اگر که مبلغ جبران پرداخت شود، در اساس قرار این عفوی که این لعنت کرده الله، این پدر لعنتی رحمانوف برآورده است، در اساس این چیکار می شود؟ آزاد می شود. اما در اساس این عفو جنایتکارهای واقعی، کراپسیونرهای واقعی که در داخل نشستند و میلیون ها و ملیارد های دلاری مردم را دزدیدند، آنها آزاد می شود. جنایتکار، آدمکشا، نرکبران ها و دیگرها. اما نفرانی که فکر و عقیده و اندیشه دارند، پایگاه مردمی دارند و چند نفر آنها را گوش میکنند، آبرو و عزت دارند، رحمانوف از این نفران میترسد. با هر راه و واسطه‌ای باشد این نفرها باید کنج زندان بنشینند. هر راه و واسطه‌ای که باشد مردم باید کنج زندان بنشینند. رحمانوف در سخنرانیش در رشت یک نقطه بسیار جالب را قید کرد. گفت که هر کسی که به سیاست کار میگیرد، دخالت میکند، جزا میدهد، در نزد قانون جواب میگوید. کدام قانون؟
قانون کنستیتوشنی حق هر شهروند است که به سیاست، فکر و عقیده و اندیشه را در مقابل این یا آن سیاستمدار که حقوق شهروندا است، سرچشمه حاکمیت این مردم است. حرف دختر رژیم رحمانوف نیست، حرف دختر فاحشه رحمانوف نیست، دامادهای بیشماری رحمانوف نیست، بچه نرکمن رستم امامعلی نیست، چند اوباشی خانواده‌ای که در اطراف رحمانوف هستند، اینها سرچشمه حاکمیت نیستند. سرچشمه حاکمیت مردم است، ملت است. اینها تصمیم میگیرند. اینها باید در مقابل این عملکرد و سیاست‌های نادرست و دیکتاتور و غارتگرانه تو باید حرف بزنند. چرا باید مردم حقی نداشته باشند که بگویند که این رئیس چی حق دارد داماد رحمانوف پول ملت رو میگیرد؟ چی حق دارد به مثل اوباش چند چی رو میگذارد پول ما رو میگیرد؟ شمسلو صاحب پدر لعنت چی حق دارد که اینقدر مناپولیا رو در تاجیکستان افزایش داده است؟ خانواده 7 دختری بیناموس رحمانوف چی حق دارد که اینقدر پول ملت رو مناپولیا کردن؟ با هر راه واسطه تمام سرچشمه‌های مالی و پولی دولت رو دست خود گرفتند. آنها ملت را غارت میکنند. آنها چی حق دارند؟ باید مردم در مقابل این جنایت‌های رژیم رحمانوف حرف بزنند. اگر حرف نزند باید اینها راحت دزدی کنند. هر چیزی که خانواده رحمانوف دزدی میکنند باید کسی در مقابل این خانواده حرف نزند. هر کسی که حرف زد به مثل ایزد امون زندانی میشود. شهباز رو شما دیدید، رحمانوف گفت شما میلیون ها دلار دزدیدید، به خاطر جوان هستید، به خاطری که دختری من سوار میشوی، اون خود دختری من سوار میشوی، دامادی غیر رسمی من هستی، دختری منو که سلطاو میکنی، من تو را آزاد میکنم و اگر نه کنج زندان میشوی. میلیون ها دلار دزدید بودجه دولت. به مثل این دیگر خانواده رژیم رحمانوف چقدر انسان ها را کشتند، در راه ها با صورت بلند میزنند، 5-6 نفر میمورند. بچه امانالله حکوموف، بچه ای، بچه او، نگاه کنید چقدر جنایت ها صادر میشود با جرم اینها. چرا آنها پشت زندان نمیشوند؟ چرا آنها زندانی نمیشوند؟ چرا باید یک نفری که در پهلوی ملت است و در غم ملت شریک است و در خدمت مردم در خارج کشور است، هیچ ربطی به تاجیکستان ندارد، هیچ کاری در تاجیکستان نداشته است، هیچ عملکردی در تاجیکستان نداشته است، چرا باید این نفر دزدیده شود؟ به خاطری که رژیم رحمانوف یک ترسو، یک میمون، یک کلموش در تاجیکستان از یک نفری با آبرومند میترسد، از یک شخصیت میترسد. برای رحمانوف باید در تاجیکستان هیچ شخصیتی وجود نداشته باشد، هیچ کسی وجود نداشته باشد، همه در اطراف رحمانوف برقصند و ببازند و غیر رحمانوف باید در هیچ جا هیچ حرفی شنیده نشود. و این حرف رحمانوف هم در رشت چی است؟ من شما رو اگر که به سیاست داخل کردید در نزد قانون جواب میگویید. یعنی این دلیل گفته های این است که در تاجیکستان تمام شخصیت هایی که زندانی شدگی هستند، اینها با تنها به خاطر عقیده هاشون قانون کنستیتوشنی، قانون های بین المللی برایشون اجازه داده است، اما یک دیکتاتور، یک جنایتکار، یک تروریست، یک اوباش به آنها اجازه نمیدهد. این است نظام رحمانوف. و زندان شدن ایزد امان نه ترس دادن تمام بقیه مردم است. و این ترس دیکتاتور است که از ترس خودش برای ترس دادن بقیه انسان ها گلچین میکند. هر یک نفری که همین خیلی شکفته است و در بین مردم است، آبرو دارد، همون را میگیرد، بوغی میکند، میکشد که بداند که من همیشه قاتل هستم. آشکار میگوید رحمانوف، این آشکار میگوید که من قاتل هستم، آشکار میگوید که من جنایتکار هستم، آشکار میگوید که من اوباش هستم، من زدگی هستم همه شما را. اگر رحمانوف نگوید که من زدگی هستم همه شما را، به قرقیزستان برقش میدهد، به افغانستان برقش میدهد، به گروه طالبان. اما برای ملت خودش که حق اولیه را، حق اول را با این برق ملت تاجیک دارد، مردم تاجیک دارد، حق اولین درجه را باید که به ملت تاجیک داده شود.
اما برای ملت تاجیک زدگی است. ملت تاجیک برق اول رو برای آنها میدهد. مردم تاجیک چی است؟ غلام است. غلام باید در کجا بشیند؟ در تاریکی. غلام باید در کجا زندگی کند؟ در سردی. فرزندی غلام باید چیکار شود؟ بیمار شود، کسلی شود، تیپریکولوز شود، نمیدونم هزار درد و رنج دیگر را بکشد. این غلام است برای رحمانوف. قدر و قیمت و عزت و آبرو ندارد. وقتی که مردم در تاجیکستان قدر و قیمت ندارد و رژیم رحمانوف خودش تلاش میکند که نفرانی که حمایت از حقوق مهاجرانش میکند سرکوب کند، آنها را بکشد، آنها را از بین ببرد، دیگران ملت ها از این غلام ها استفاده میبرند. شما ببینید در روسیه چقدر قدر و قیمتی تاجیک مانده است. به خاطر چی؟ رحمانوف کرامت شریف را کشت، دیگران را کشت، عزتمآب را زندانی کرد. یعنی این چی است؟ این آن است که رحمانوف نمیخواهد سربلندی ملت تاجیک. رحمانوف نمیخواهد یکی شما سربلند باشه. این دلیل هایی هستند که مردم تاجیک باید شما آگاه باشید که رحمانوف هیچ وقت برای شما خدمت و خدمتگار نبوده است. رحمانوف همیشه ظلم و ظلمکار این ملت بوده است و همیشه به خاطر 7 دختر بی‌ناموس و بی‌شرفش، به خاطر دامادهای بیشمارش، به خاطر قدرت و توانایی این ملت را کشته. از روز اول این وحدت آفر نبود، صلح آور نبود، هیچ چیز نبود. این پدر لعنت جنگ آور، اساسگذار جنگ و بدبختی، اساسگذار قشاقی، اساسگذار کروپسی، اساسگذار تمام جنایت هایی که در تاجیکستان صادر می شود، اساسگذار این هستند. جنایتکار به خاطر روی پوش کردن جنایت دیگرش جنایتی نو صادر میکند. پسیکولوژی جنایتکاران این است. رحمانوف انا همون طایفه جنایتکاران است که به خاطر روی پوش کردن این جنایت‌هاش جنایت‌های نو صادر میکنند. جنایت های رحمانوف دیگر حد و کنار ندارند، مرز ندارند، هیچ چیز ندارند. و در مقابل این جنایت ها ما و شما ملت تاجیک و مردم تاجیک یک کم ترک به خود بیاییم. اینها کسی نیستند. اینها قدرت و تواناییشان تنها در ترس شما است. اگر روزی که شما این ترس را از بدن خودتان بیرون کردید، رحمانوف را میبینید که یک ضعیف و بیچاره است. این توانمندی رحمانوف فقط ترس شما را جا میکند و شما را طریق ترس به مثل یک چی اداره میکند. روحی شما هیچ کس نیست رحمانوف. به این خاطر مردمی شریف تاجیک، مردمی عزیز تاجیک، یک کم طرف به خود بیایید، ناموس خودتان بیدار کنید. شما غلام نیستید، شما انسان آزاد هستید. شما را خداوند آزاد آفریده است. شما حقوق‌های زیاد دارید. شما از حق خودتان استفاده برید. چرا باید زیر مناپولی خانواده رحمانوف قرار بگیرید؟ چرا باید زندگی شما با یک سنگی و سرسانی و سرگردانی بگذرد؟ چرا باید که خانواده رحمانوف این همه دولت و ثروتی که برای ملت است از آنها کاملا در اختیار خود بگیرد و شما را از این محروم کند؟ چرا باید که شما با این همه دارایی امکانات و شرایط در فقر زندگی کنید؟ یک گروه، یک خانواده اوباش بیناموس باید در عرش برسند و در کاخهای با حشمت و در قصرها زندگی کنند و مردم در زیر برف و باران در غلامی در این همه بدبختی ها زندگی کنند. چرا باید شما این همه را تحمل کنید؟ من همین سوال رو جواب دید. به خودتان همین سوال رو جواب دید. شما از رحمانوف چی کمی دارید؟ شما هم یک شهروند تاجیکستان هستید. شما هم این حقوق رو برخوردار هستید. چرا باید یک خانواده اینها را استفاده کند؟ چرا باید شما زیر بار این خانواده قرار بگیرید؟ برای چی شما باید همه چیز را از این خانواده بخرید؟ برای چی شما در طیاره از تاشکند به مسکو در $150 سفر کنید، از تاجیکستان در $400-500 در $600 سفر کنید؟ برای چی این همه را باید شما تحمل داشته باشید؟ مردمی عزیزم، مردمی شریف تاجیکستان، از هر یکی شما خواهش میکنم یک دفعه این سوال رو برای خودتون بدید، اندیشه کنید. ما با هم میتوانیم این نظام رو از بین ببریم. ما میتوانیم بهترین امکانات و شرایط رو برای ملت و مردم خودمون بسازیم. خدا یار و مددگارتان باشد و از این نترسید و در مقابل نظام رحمانوف مبارزه به امان، مبارزه ببرید. مبارزه از روز مبارزه زندگی خودش مبارزه است.
زندگی خودش مبارزه است. ما در مقابل این توده اوباش جنایتکار و خانواده نظام امام علی رحمانی باید مبارزه بریم. این عفو، این همه اینها دروغ هستند. این عفو به خاطر همون خانواده خودش است، به خاطر همون آزاد کردن باز نزدیکان خودش، به خاطر پول کار کردن مقامات ها است. اما برای شما و برای نزدیکان شما، برای انسان های آزاد اندیش نیست. خداوند یار و مددگاری شما باشد. در حفظ و امان خدا باشد.